توی سنی سجده میکنیم، از پروردگارمون خاشعانه و خاضعانه دعا میکنیم، درخواست میکنیم، گریه میکنیم تو سجده که یک چیز رو بهمون بده، چیزی رو که فکر میکنیم کل زندگیمون بهش بستگی داره و اگه نداشته باشیمش انگار زندگیمون نابود شده. ولی خداوند اون رو به ما نمیده، به دستش نمیاریم. سالها بعد، شاید چندین سال بعد، سالهای طولانی، باز سجده میکنیم و خدا رو شکر میکنیم که اون سال اون رو به ما ندادی، که اگر میدادی چه بلایی سرمون میومد. چیزی که اون موقع فکر میکردیم تمام زندگیمون بهش بستگی داره. اگر اطمینان کنیم به پروردگارمون و انتخاب پروردگار برای خودمون رو بهتر از انتخاب خودمون برای خودمون بدونیم، با آرامش زندگی میکنیم. زن عمران خاشعانه از خداوند خواست که اون چیزی رو که در شکم داره، اون فرزندی رو که در شکم داره، نذر پروردگار بکنه و برای خدمت بیت المقدس باشه. ولی وقتی به دنیا آوردش دختر بود. گفت خدای من دختر به دنیا آوردم و پسر مثل دختر نیست. اون لحظه زن عمران اطمینان کرد به پروردگارش و نسل بعدی اون دختری که به دنیا آورده بود پیامبر خداوند بود. مریم رو به دنیا آورد و عیسی پسر مریم، نوه زنی بود که چیزی رو که در شکم داشت رو برای خداوند نذر کرده بود و فکر میکرد دختر مثل پسر نمیتونه خدمت کنه.